با نشد. آغازگر بازی جک کیلر هست، بلند به توپ ضربه میزنه. کیلر یک حرکت فرصت برای بازیکنانه ایوان گزارش بکنیم و شما همراه ما قطعا باشید از طریق شبکه تلویزیونی فردا، یوتیوب و فیسبوک. آلستار بریزبین، اف سی امید، هر دو تیمی که دارن بازی میکنن، مثلا تیم آمریکا خیلی تیم با کیفیتی معلوم میشه، تیم نیوزلند خیلی تیم خوبیه، محمد واسه چندان خوبه و خروج از نیوزلند و آمریکا هم در این مسابقات حضور دارن که یکی از تیم‌های آمریکایی است که در بازی هست. صفی‌الله عزیزی فرصت هست برای گل سوم، خیلی راحت و آرام توپ در اختیار جک کیلر. دمنی برای بازیکن افغان پریمیر، ببینید با این توپ چه میکنن، همه داره دریبل میکنه، فرصت برای گل سوم.